هی در، من آروین لیفور هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز از بازی لست آیلند آف سروایول. بچه امروز قراره بهتون آموزش بدم که چجوری توی سرورایی مثل سرورای سروایول گان داشته باشید و بتونید به راحتی انمیا رو بزنید و اگه کسی بهتون رید داد به راحتی بتونید بکشیدش و از گانای معمولی گرفته تا گانایی مثل M4 و AK که الان AK دستمه همه رو بهتون آموزش میدم و اگه تازه با من آشنا شدید حتما سابسکرایب کنید و کانال منو به 100 تا سابسکرایبر برسونید که دیگه هم چیزی نمونده به 100 تا سابسکرایبر برسیم. هر سوالی هم که داشتید توی کامنت بنویسید حتما بهتون جواب میدم. اگر هم از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و بریم سراغ آموزش. وقتی که شما سرور سروایول رو استارت میکنید و میرید توی سرور مثل سرورهای رنگ هیچ آیتمی همون اول ندارید و مجبورید کلی برید درخت بکنید، کلی سنگ بکنید، کلی متریال ها و همینطور آیتم های مختلف جمع کنید و بعدش خونتون رو بسازید و بعدش هم خونتون رو لول اپ کنید. ولی این وسط شما نیاز به گان دارید برای اینکه از خودتون دفاع کنید و حتی اگر ریدر اومد جلوشو بگیرید. حالا بچه گان از کجا باید پیدا کنید؟ اول سرور تنها گانی که شما میتونید پیدا کنید اینه که شما باید برید گاراژ ها و یا اون حالت کارگاه ها. حالا اینا رو از کجا پیدا کنیم؟ اگه برید توی مپ یه همچین جاهایی هست، برای مثال اینجا یه دونه هست، اینجا یه دونه هست، حتی خودش هم نوشته گاراژ، اینجا هم یه دونه هست. بعضیشون هم حالت فروشگاه ماننده که حالا توی آپدیت جدید یکم تغییر کرده. اینجا هم یه دونه هست، اینجا هم یه دونه هست دیگه، اینجا هم یه دونه هست. زیاد اینجوری تو مپ هست و میتونید برید اینجاها یه جعبه هایی هست که اگه برید اون جعبه رو خراب کنید احتمال داره بهتون گان بده و گانی که میده یه گان SMG خیلی ساده است ولی به نظرم خیلی به دردتون میخوره اون اول سرور، چون که وقتی بقیه کلت داشته باشن و شما یه گان SMG داشته باشید به راحتی میتونید همه رو بکشید، کلی لوت به دست بیارید. وقتی که شما یه خورده پیشرفت کردید و تونستید هم انمیا و هم ریدر رو شکست بدید و بکشید، شما باید گان بهتر و قوی‌تری داشته باشید و حالا باید چیکار کنید؟ شما باید کارتای بازی رو بلد باشید که باید از کجا پیدا کنید و یا به دست بیارید. اگه نمیدونید که باید کارتای بازی رو از کجا به دست بیارید، من خودم یه دونه ویدیو در موردش درست کردم که توی اون ویدیو هر 3 تا کارت رو آموزش دادم. اگه ندیدیدش حتما برید ببینیدش، لینکش هم توی دیسکریپشن براتون میذارم که خیلی راحت تر برید اون ویدیو رو ببینید. و خلاصه بچه شما نیاز به کارت آبی و بنفش دارید. اگرم کارت سبز رو داشته باشید بازم میتونید گان پیدا کنید ولی نهایتا یا همون گان SMG رو بهتون میده یا یه دونه شاتگان بهتون میده که زیاد فرقی نمیکنه. شما وقتی که با کارت آبی وارد اتاقای آبی میشید یه دونه جعبه هست که اون جعبه رو اگه خراب کنید به احتمال زیاد بهتون گان میده و گانایی که از توش میتونید به دست بیارید گانای خیلی خوبی هن، گانای متوسطی هن و حداقل از اون SMG که بهتون گفتم خیلی بهترن. و بعد اینکه شما کارت بنفش رو پیدا کردید میتونید برید توی اتاقای بنفش و یه جعبه‌ای هست اونجا و سعی کنید وقتی که اون جعبه هست در اتاق بنفش رو پیدا کنید. از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش مزخرفه باز کنید، چون اگه اون نباشه دیگه اصلا نمیتونید گان به دست بیارید. وقتی که اون جعبه رو خراب میکنید به احتمال زیاد یه RPG بهتون میده که RPG هم حالا دیگه یکم گان حساب میشه، یا M4 بهتون میده یا AK میده، یه گان خیلی خوبی رو بهتون میده. اگرم کلا گان نداد 100% بهتون زره میده که زرهش هم احتمال داره نمیدونم یا فولادی باشه، حالا هر چی که بهش میگین فولادیه نمیدونم استیلیه، حالا من خودم میگم استیلی میگم دیگه، حالا احتمال داره زره هم پیدا کنید. بچه اگه تا اینجا براتون سوال پیش اومده که قوی ترین گانای این بازی چه گانایین، یکیش گان AKه که الان گرفتمش توی دستم و اون یکی M4 که هر دوتا این گانا قوی هن ولی چه فرقی با هم دارن. بچه گان M4 سرعت تیرش نسبت به گان AK بالاتره
ولی دمیجش نسبت به AK کمتره. ولی AK هم دقیقاً برعکس، AK دمیجش نسبت به M4 بیشتره ولی سرعت تیرش نسبت به M4 کمتره. دیگه به دلخواهی یه نفر میره AK برمیداره، یه نفر میره M4 میگیره، ولی هر کدومشون رو داشته باشید خیلی عالیه، خیلی میتونه کمکتون کنه توی سروایول. بچه این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید و امیدوارم که به اندازه کافی از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید و اگرم تازه با من آشنا شدید کانال منو سابسکرایب کنید و منو به 100 تا سابسکرایبر برسونید. هر سوالی هم که داشتید توی کامنت بنویسید، حتما بهتون جواب میدم. دیگه حرفی باقی نمیمونه. اگه آموزش های دیگه ای که گذاشتم رو ندیدید حتما هم برید اونا رو ببینید، میتونه خیلی کمکتون کنه. بازم میگم دیگه حرفی باقی نمیمونه. تا ویدیوهای بعد، فعلا خدا نگهدار.